سلام علیکم برادر محترم. سازن تینجیم برادر محترم سوال کردن که مثلا بعضی برادرها در روسیه یا که در دیگه جا وقتی از قید اویلوی از نکاح از زکس میفروین و یا طلاق میشن، اویله های اولشون حضرت طلاق نمیشه و یگان ضررشون نداره. لیکن پیش این چند نکته را باید بفهمیم. یکمش که طلاق دو قسم میشه. طلاق دو قسم میشه: طلاق صریح، طلاق کنایه. طلاق صریح گفته چی میشه، چی را میگن؟ مثلا لفظ طلاق بیاری، انت طالق، مطلقه، طلقت، که اینا لفظای صریح هستن. یعنی تو طلاق کرده شدی، تو مطلقه. این همون لفظا قطعی. این طلاق صریحه. یکی کنایه هسته که مثلا برای شوهر کن، برای عده بپا، مقصد برای قطعی اهل آیلت زندگی که یا که اینا از زکس جدا میکنیخته. اینا دو شرط دارن. شرط اول همیه که نیت انسان باشه. یعنی نیت انسان میکنه که من به همین لفظا برای خانه تو یا که زکس جدا میکنه، نیتش طلاق کردنش باشه به زنش. اگر رفته واقعی هم تا نیت داشته باشه که من همون زنم جدا شم به همین سبب زکس، جدا میشه و حضرت به او کار حکومتی هم جدا میشه. و دوم شرط همی است که دلالت بکنه به همون یگان چیز. مثلا در وقتی رزبارای سنکه میگه طلاق مبتی، میگه برای به خانه تو زندگی که برای زکس ببر یا میرم زکس میبرم. این صورت ها در حضرت، در این صورت ها وقتی یعنی نیت انسان باشه یا که نیت نباشه، دلالت به همون طلاق بکنه، همین دو صورت در طلاق میشوه، باقی مانده در نمیشوه. ولیکن اصل ما بفهمیم که همین زکسی که امروزا حکومت کرده است یا ای کدام سال پیدا شدگیان و این چی معنا دارن. مثلا در این کاغذ هم پرتافتگی حضرت، یعنی سالای بگیم 18 ماهگی 1917 ده همین چیزا مثلا وقتی که همین چیزا مقصد درخواست کردن که همین کار بشوه، یعنی در امو شورا پرتافتگیان. پیش از اینها مثلا عیسوی‌ها و این گروه های کاتولیکا و این گروه ها همین خیلی کرده بودن مردم که قیدون یورا فقط همون پاپا میگرفتن، همون ها کارای یورا میکردن و پلای یا زیاد میگرفتن. این مردمی که نکاحشو میکردن همین خیلی میکردن دیگه. مردم به جونشو زد. وقتی که سیستم اون پاپا نابود شد، اینا خودشون این چیزا تشکیل کردن. یعنی مقصد که همین لفظی همین زکس، همین لفظ اصلش ایه که запись актов гражданинского состояния. مقصد اینه که به تاجیکی این میشه که با قیدگیری عملیات حالتهای شهروندی. وقتی که این نمودها لفظها هسته حضرت، این هیچ وقت دلالت به نکاح تری نمیکنه که وقتی به نکاح باشه دلالت به نکاح بکنه و بعد طلاقش کنی، او تری گپ نیست. این یک حالتهای همین انسان ها را بگیم یعنی جنبست همین نمود کارا کردگی با این تشکیلات های خودشو کردگی، لیکن پیشتر دیدگی این
کریستیان یهودیا و یارا دیدگی مثلا زیدی اونا این تشکیلات کردگیان. خلاصه که این با طلاق ترین وابستگی چی نیسته، تعلق نداره. این با او خاطر وقتی که با او تعلق کی نداره، این به این جدا شوی یا جدا کردن ایران خاص تعلق نداره حضرت. خلاصه که یا وقتی که انسان نیتش نباشه یا که دلالت و او چیز نکنه حضرت، یگان ضرر نداره. ولیکن این چوه در این زمانه با سختتر قبیدن، خیلی اینش خیلی معلوم است برای هم یک است که برای ورقه انسان چند قدر واده میکنه. خلاصه که طریقه پول کار کنی هست در اونا همین چیز از ذریعه راست کردگیان. اگر ندوارم خاص این چیز مهم نیست و خاص پروایی چیز هم ندارن. الله همیشه حفظ کنه. شاید نفهمیده باشین، انشاءالله با خلاصه شبا دیگر تر میگیم. سلام.